امروز میخوایم در مورد ماجرای عجیب و باور نکردنی صحبت بکنیم که همه رو شگفت‌زده کرده. مایک نام خروسیه که 18 ماه بدون سر زندگی کرد و به شهرت زیادی دست پیدا کرد. صاحبان این خروس به شهرهای مختلف آمریکا سفر کردند تا این خروس بدون سر رو در معرض نمایش همه قرار بدن. به نظر شما یک خروس بدون سر چطوری میتونه زندگی بکنه؟ برای اینکه به این موضوع دست پیدا بکنید تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و کانال ما رو سابسکرایب بکنید. کلارا و همسرش در مزرعهشون در کلرادو زندگی عادی و بسیار معمولی داشتن. یک روز لیود در حال سربریدن مرغ و خروسهاش بود و کلارا پرهایشون رو میکند و تمیز میکرد. اما ناگهان اتفاق عجیبی افتاد که بیشتر به یک معجزه شبیه بود. از بین 40-50 مرغ و خروسی که اون رو سربریده بودن، یک خروس در برابر مرگ مقاومت کرد و نمرد. منظورمون اینه که این خروس بعد از اینکه سرش بریده شد همچنان زنده ماند. همه مرغ و خروس‌ها رو روی هم افتاده بودند و یک خروس بدون سر با آرامش در حال قدم زدن در مزرعه بود. لیود و همسرش که از این اتفاق شگفت زده و شاید وحشت زده شده بودند، خروس بدون سر رو گرفتن و اون رو داخل قفس انداختن. تصورشون این بود که خروس احتمالاً بعد از چند ساعت میمیره، اما فردا صبح که از خواب بیدار شدن دیدن که خروس بدون سر همچنان زنده است. لیود که دیگه عقلش به جای قد نمیداد 40-50 مرغ و خروسی رو که کشته بود بار ماشین کرد و برای فروش به شهر برد و خروس سرکنده زنده رو هم با خودش برد. بعد از فروش گوشت‌ها لیود به کافه‌ای در شهر رفت تا کمی استراحت بکنه و بعد با مردم در مورد خروس سربریده‌اش صحبت بکنه. مردم که حرف او رو باور نمی‌کردن گمان کردند که دیوانه شده، اما لیود خروس بدون سر رو به اونا نشون داد و باعث شگفتی همه شد. مرغ جای بریدگی گردنش رو زیر پرهایش فرو می‌برد و مانند مرغ‌های معمولی می‌خوابید. او حتی سعی می‌کرد با همه نیمچه گردن بریده‌اش به دانه‌ها نوک بزنه. مایک بعد از مدتی کاهش وزن دوباره افزایش وزن پیدا می‌کنه و وزنش در دوران بدون سری از 1.1 کیلوگرم به 3.6 کیلوگرم میرسه. مایک همچنان تعادل خوبی داشت. میتونست بدون افتادن از سکوی مرغدانی بالا بره. او سایر رفتارهای عادی مرغ‌ها مثل نوک زدن به زمین یا گشت و گذار با سایر مرغ‌ها هم داشت. خبر مرغ بدون سر که به طرز معجزه‌آسایی زنده مونده بود، به سرعت در فرودگاه و شهرهای اطراف پخش شده بود. یکی از روزنامه‌های محلی خبرنگاری برای مصاحبه با لوئید به مزرعه او فرستاده شد. 2 هفته بعد هم سر و کله شخصی به نام هوگوید پیدا شد. او که یکی از مجریان برنامه‌های جانبی سیرک بود، برای دیدن مرغ اولسن تقریباً 300 مایل رو از ایالت یوتا به مزرعه اولسن سفر کرده بود. هوگوید برای اولسن پیشنهاد ساده‌ای داشت: مرغ بدون سر رو برای نمایش به سیرک بیاره و از این راه پول خوبی به جیب بزنه. در آن زمان اونا مزرعه کوچیکی داشتن و وضعشان چندان خوب نبود. لوئید هم بلافاصله این پیشنهاد رو میپذیره و میگه که سنگ مفت گنجیش مفت، ببینیم چی میشه. اونا قبل از اینکه به سیرک برن در دانشگاه یوتا توقف میکنن. در اونجا محققان مجموع آزمایش‌هایی رو روی مایک انجام میدن. حتی شایعاتی در میان بود که میگفتن محققان دانشگاه با جراحی تعداد زیادی مرغ سعی کردن اتفاقی رو بازسازی کنن که بر سر مایک اومده بود. همینجا بود که مجله لایف هم از ماجرای معجزه مایک مرغ بدون سر اطلاع پیدا کرد. مجله لایف هم گزارشی از مایک منتشر میکنه. در این گزارش عکسی از لوئید به چشم میخوره که سر مایک رو کنار بدن بدون سرش نگه داشته. اما بعدها ساینتیفیک امریکن گزارش میکنه واقعیت کمی وحشتناکتر بوده. ظاهراً گربه خانواده سر واقعی مایک رو میخوره و لوئید مجبور میشه که سر مرغ دیگر رو به خبرنگاران نشون بده. بعد از جنجالی که مرغ بدون سر به پا کرده بود، لوئید و کلارا به همراه مایک به توری در سراسر کشور سفر کردند. اونا به کالیفرنیا و آریزونا رفتن و وقتی هم که لوئید و کلارا باید برای برداشت محصولات به مزرعه خود برمیگشتند، هوگوید توری در جنوب شرقی کشور به راه انداخت. کلارا سفرهای دور و دراز مایک بدون سر رو به دقت در دفتر خاطراتش ثبت میکنه. مردم از سراسر کشور به اونا نامه مینویسن و در مجموع
حدود 40 یا 50 نامه از آن دوران باقی مونده. تمام نامه‌ها آنطور که حدس می‌زنید محبت‌آمیز نبودند. در یکی از نامه‌ها اولسن‌ها را با نازی‌ها مقایسه کرده بودند. در نامه دیگری شخصی از لوئید خواسته بود مرغ بدون سر را با پای چوبی او عوض بکنه. جالب اینه که برخی از نامه‌ها فقط به آدرس صاحبان مرغ بدون سر در کلرادو پست شده بودند، اما همچنان راه خود را به مزرعه خانوادگی اولسن‌ها پیدا کردند. خیلیاتون شاید بپرسین که خروس بدون سر چطور غذا میخوره. خب بعد از اون که خانواده اولسن متوجه شدن که خروس بدون سر منبع درآمد خوبیه، تمام تلاششون رو برای زنده نگه داشتن رو انجام دادن. مایک سر نداشت، بنابراین نمیتونست خودش غذا بخوره، اما لیود و کلارا غذای مایع و آب رو مستقیما داخل مری مایک میریختن. البته این کار رو با یک قطره چکان و با احتیاط کامل انجام میدادن. شبی که مایک میمیره اونا داخل هتل خواب بودن که ناگهان با صدای سرفه مایک از خواب بیدار میشن. ظاهرا چیزی در گلوی خروس بدون سر گیر کرده بود و در حال خفه شدن بود. اونا سریعا به دنبال سرنگ گشتن، اما متوجه شدن که اون رو در محل نمایش جا گذاشتن. قبل از آنکه اونا وسیله جایگزین رو پیدا کنن، مایک خروس بدون سر داستان مرده بود. زنده ماندن مایک علاوه بر مردم عادی، دانشمندان رو هم شگفت‌زده کرده بود. نظر دانشمندان این بود که چاقو شاهرگ خروس رو قطع کرده بود، اما لخته خون مانع از خونریزی و مرگ او شده. همچنین با این که بخش زیادی از سرش قطع شده بود، اما قسمت‌هایی از جمله یک گوش و ساقه مغزش باقی مونده بود. از اونجایی که فعالیت‌های اصلی مثل تنفس، ضربان قلب در مرغ و خروس توسط ساقه مغز کنترل میشه، مایک تونسته بود بدون سر هم به زندگیش ادامه بده و زنده بمونه. وقتی سر مرغ بریده میشه، مغز کاملا از بدن جدا میشه، اما برای مدت کوتاهی مدارهای عصبی نخاعی اکسیژن دارن. وقتی اطلاعاتی از مغز به اندامها مخابره نشه، مدارهای عصبی نخاعی خود به خود فعالیت میکنن. به نظر شما یه مرغ و خروس هم اگر سرشو الان ببرن میتونه زنده بمونه؟ پس برامون کامنت بکنید و نظرات خودتون رو برامون بنویسید.